آدمایی هستن که میگن زندان یعنی فقط دیوار، میله و زندانی. اما بعضی زندانها خودشون روی زمین حکم جهنم رو دارن. میخوام 7 از خطرناکترین زندانهای دنیا رو بهت نشون بدم. زندان اول لاسانته در فرانسه. اینجا جاییه که زندانی‌ها اونقدر فشار روانی میکشن که خیلی‌ها خودشونو راحت میکنن. یه جهنم ساکت. زندان دوم کاراندی رو در برزیل. جایی که در یک روز پلیس 111 زندانی رو قتل عام کرد. هنوز خون اونها روی دیوار حس میشه. زندان سوم آلکاتراز در آمریکا. زندان جزیره‌ای که به فرار ناپذیر بودن مشهور بود. اما بعضی زندانی‌ها هنوزم میگن شب‌ها صدای روحایی میاد که میخواستن فرار کنند. زندان چهارم لاسابانتا در ونزوئلا. اینجا زندان نیست. اینجا قلمروی باند هاست. جایی که هر روز زندانی‌ها همدیگر رو میکشن. زندان پنجم گیتاما در رواندا. اینجا زندانی‌ها رو هم میمیرن. جایی که ازدحام به قدری زیاده که نفس کشیدن تبدیل به مرگ میشه. زندان ششم ولاک 22 سیپری در روسیه. جایی که در وسط یخ و سرما زندانی‌ها رو با کار اجباری له میکنن. سرمای کشنده همسلولی مرگه. زندان هفتم بلاکولا در فیلیپین. اینجا بوی بیماری، مرگ و خونه پیچیده. زندانی‌ها مثل سایه زنده به گور شدن.